سرخط خبرها. اگر پاکستان در پالیسی‌های خود تغییرات مهمی در بخش افغانستان نبیارند، به خصوصی حلقه خاص کنترل نکنند، طبیعی است که نتایج ناگواری خواهد داشت. انسداد مرزهای افغانستان و پاکستان به دنبال درگیری‌های مرگبار. حکومت طالبان میگوید به درخواست عربستان و قطر حملاتش را متوقف کرده. تداوم کمک رسانی به غزه همزمان با لحظه شماری برای آزادی گروگانها. حماس همچنان اصرار دارد دست کم 2 رهبر بلندپایه فلسطینی در این مبادله آزاد شود. هفته سرنوشت ساز برای 2 سهمیه باقی مانده آسیا. 4 کشور برای راهیابی به جام جهانی فوتبال با یکدیگر رقابت می‌کنند. و از آنی هال با وودی آلن تا عروس پدرخوانده، نگاهی به نقش‌های دایان کیتون برنده جایزه اسکار که در 79 سالگی درگذشت.